سعی کنید برادران عزیز، یک نصیحتی که من به برادران عزیز تاجیک دارم، امروز ببینید چه مصیبت هایی رو بر سر شما آوردن، در ترکیه، در روسیه، در اوکراین، در خود تاجیکستان، در ازبکستان، در کشورهای آسیای میانه، در اروپا، در آمریکا. تعدادی جوان جاهل، سفی، احمق، حدثاء الاسنان، صفحاء الاحلام، رسول الله صلی الله علیه و سلم در موردشان میگن، جوانهای تکفیری و داعشی که خاصا در سوشال میدیا فعالیت میکنن. باور به خدا بکنید، ما یک کلمه پایین و بالا بزنیم، فیسبوکمان به مدت 2 ماه 3 ماه بسته میشود، یوتیوبمان بسته میشود، صفحات صدها صفحاتی داشتیم که بستن. اما اینها همین فکر تکفیری خودشان را میان در سوشال میدیا، در صفحات بیان میکنن. نه فیسبوک به اینا چیزی میگه، نه یوتیوب به اینا چیزی میگه. چرا؟ چون دشمن همین رو میخواد. دشمن همین رو میخواد که 4 تا جوانی که از علم، از دین آگاهی ندارن، فریب اینها رو بخورن و دست به کارایی بزنن که فردا ببینید که دودش به چشم همه میرسد. من در یکی از صحبت‌ها در این مورد صحبت کرده بودم. دوستان زیادی از برادران تاجیک کامنت دادن که شما اشتباه کردید، این 4 نفر تاجیکی که در روسیه این کارو کرده بودن، اینها به اصطلاح چیز نبودن، این کارو نکردن، به اینا تهمت زدن فلان زدن. ببین خودمون را فریب ندهیم. درست است، توطئه هست، دسیسه است، اما اینها جوانهای فریب خورده بودن. و مثل اینها در افغانستان، من یک روز کلیپش رو نشان دادم که تعداد زیادی از جوانان تاجیکی که با داعش بودن، با اونا همکاری میکردن، با تکفیریا آمده بودن خودشان رو منفجر بکنن، دستگیر شدن. چه تعدادی از آنها خودشان رو منفجر کردن. در همین چند ماه اخیر در قندار در ایام رمضان یکی اومد خودش رو منفجر کرد. قبل از رمضان در ترکیه یک تاجیک اومد خودش رو منفجر کرد. و همه اینا سبب شد که امروز در سطح این کشورها یک نوع بدبینی نسبت به تاجیک‌ها ایجاد شود. یک ترکیه‌ای بود که در اونجا مدارس دینی داشتن، در یک فضای آرام و به اصطلاح داشتن شعائر دینیشون رو انجام میدادن، تجارت میکردن، درس میخواندن، قرآن حفظ میکردن. ببینید اومدن امین رو بستن. به خاطر چی؟ یک جوانه که احمق رفت داخل یک کلیسا، خودش رو منفجر کرد، 1-2 نفر رو زخمی کرد که چی بشه؟ در کجای دین گفته که این کار رو بکنیم؟ پس گوش ندید به این حرف هایی که امروز در سوشال میدیا، در صفحات اجتماعی میان برای تحریک جوانها. یک جوان بیچاره‌ای که تازه ملتزم شده، تازه دیندار شده، یک شوق و علاقه و اشتیاقی به دین دارد، او رو پر میکنن، فریب میدن، بعد اونو بله تو باید دیگه الان باید بری جهاد بکنی، الان باید بری خودت یک جای منفجر بکنی. آره شما چی میدونه که در پشت صحنه کیا هستن؟ 1 نفر از اینایی که این جوانها رو تشویق میکنن با اسم حقیقیشان آمدن در سوشال میدیا صحبت کردن. همه ببینید اسمای مستعار، ابو فلان، ابو علان. چهرهشان رو دیدید؟ نه چهرهش رو دیدید، نه اسم اصلیش رو میفهمید، نه از اصل و نسبش خبر دارید، نه از درجه علمیش خبر دارید. و از دم همه رو میگن کافر، همه مشرک. این خیلی خطرناک است و این اشتباهی است که متاسفانه جوانها گرفتار اون شدن. الله سبحانه و تعالی ما رو از این اعمال نجات دهد.